خب روز می شود. مافیای بازی بی زحمت خودشون معرفی کنن. سلام علیکم. مافیا هستیم. بله. پس پدرخوانده کو کتابت داشت نه؟ بله، پدر حقیقت دلش درد میکرد، یه مقدار کثافت داشت رفت دستشویی. آها خب پس حرفه‌ای. بله. مافیا رو کدومشونه میخوای بزنی؟ بی تربیت هاره. حقیقت اون خیلی دوست دارم بزنم. بله بفرما. مافیای بی پدر خوانده. چی شد؟ هیچی دیگه. شما میتونی از بازی بری بیرون. نه داداش، من تا با تیر نزنی نمیرم. برو بیرون چیه؟ زیر میزنی. نمیری؟ خب تو روز با رأی میدیمت بیرون. ایشونم تو شب چیز میکنیم. بیرون میکنی. همون. ایشونم ایشونه چیکار کنیم؟ میخوای ایشونم همون تو شب چیز کنیم؟ بیرون. آفرین همون. داداشا اصلا اینجوری نبود که. اول باید میرفتیم شب معارفه. این بی پدر خانده ها رو تو روز چرا معرفی کردین؟ خب پس شب معارفه میشود. کسی چالش نمیخواد؟ داداش تو شب چالش میخوایم چیکار؟ بالش بده بی زحمت. بالش شب نیست مگه؟ داداش این حرفا رو ول کنید. بی زحمت پشت دست من بازی کنید. من شهرم. اتفاقا بنده به خود شما شک دارم. شهرم چیه؟ زر میزنی. زیادم حرف بزنی با همون پشت دست که فرمودی همچین باهات بازی میکنم. دندونات میریزم تو دهات. کافیه. نه داداش، من تا ایشونه تو روز جلو چشم همه شما نه. کافیه. داداشا جوکر این بازی کیه؟ بله. داداش پاشو تا هم دیگه نکشتین این جوکر تایم ده اجرا کن بخندیم دیگه. چی شد؟